در رابطه با مزیت‌های ساختمون اسکلت فلزی میتونیم بگیم سرعت اجرای اون خیلی بالاتره، چون ابعاد ستونا کوچیک‌ترن، دست طراح برای نقشه کشیدن بازتره و نقشه‌های بهتری از توش در میاد، یعنی انعطاف پذیری بیشتری داره و برعکس ساختمون اسکلت بتونی نیازی هم به قالب بندی و آرماتور و دردسرای اونجوری هم نداره. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه وارد اسکلت فلزی توی ساختمون سازی بشیم. وقتی میگیم یه ساختمون اسکلت فلزی داره، یعنی ستون‌ها و تیرای اون از آهن و فولاد تشکیل شده. همونطور که میدونین فولاد مقاومت خمشی خیلی خوبی داره و میتونیم اون رو راحت با وسیله ناودونی و نبشی و پیچ و جوش توی پروژه اجرا بکنیم. این دیتیلی که اینجا بغل دست من میبینیم اینور یه مقطع تیر فلزیه. دقت بکنین تیر فلزی میتونه مقاطع آی، دوبل آی، اچ داشته باشه و از این نظر متنوعه. البته اینو تو پرانتز بگم، توی بعضی از کتابا نوشتن که ساختمون با اسکلت بتونی، حالا به شرطی که خوب و ایدئال اجرا بشه، تا 3 برابر طول عمرش نسبت به ساختمون با اسکلت فلزی بالاتره. البته توی شرط ایدئاله، به شرطی که خیلی خوب طراحی شده باشه. برای اینکه مقاطع فولادی رو به وجود بیارن ما 2 نوع نورد داریم، یعنی از 2 روش میشه اینو ساختش. یا نورد گرمه یا نورد سرده. نورد گرم فولاد رو ذوب میکنه، مثل ذوب‌آهن اصفهان. بعد از اینکه حرارت خیلی بالایی دادن با یه چیزی مثل قلتک میان روی این پروفیلا حرکت میکنن و بهش شکل میدن. چه اتفاقی میفته؟ ضخامت بالاتری داره نسبت به نورد سرد و برای جوش دادن مناسبه. توی آیین‌نامه هم برای جوش دادن حتما گفته باید از ضخامت 3 میلیمتر به بالا باشه. اما توی نورد سرد فقط یه مقدار جزئی پروفیلا رو گرم میکنن و بعد از اینکه از زیر ماشینالات رد بشه میتونه اون فرم و شکلی که لازم داریمو بگیره. مزیتش چیه؟ مقاطعش خیلی نازکتر میشن، یعنی از 3 دهم تا حداکثر 3 میلیمتر ما میتونیم داشته باشیم. اما خب بعدیش هم اینه که اجازه جوش دادن رو ما نداریم، مثلا با پیچ و پرچ و اینا باید کنیم. یه سری ورقای نازک گالوانیزه مثل ورق کولر حتما دیدین، اونا از این روش به دست میاد. توی صنعت ساختمون سازی کجا کاربرد داره؟ من اینجا براتون تصویرش رو میذارم. ساختمونایی که LSF باشن حد اکثر میتونن 1-2 طبقه باشن. اونا با این مقاطع پروفیل نورد سرد به وجود اومده. مورد دیگه هم که باید بدونید، توی نورد سرد تعداد این پروفیل باید به همدیگه نزدیک و فشرده تر باشن، وزنشون چون سبکتره بتونن به اون بار تحمل ایدئال باره بخوام برسن. اما برعکس از اون طرف ساختمونی که با نورد گرم به وجود اومده باشه میتونه ارتفاع بلندتر رو هم داشته باشه. پس هر کدوم از اینا برای یه منظوری ساخته میشن و یه جاهایی کاربرد دارن. اما به غیر از این دوتایی که تا الان بررسی کردیم، یعنی ساختمون اسکلت بتونی و ساختمون اسکلت فلزی، ما یه سری موارد دیگه هم داریم که خیلی جزئی تره اما خوبه که بدونین. مثلا ساختمونایی که اسکلتشون چوب باشه، توی جاهایی که چوب ارزونتره، راحت‌تر در دسترسه، توجیه داره که ستونا و تیرای ساختمون از چوب باشه. احتمالاً دیدین توی ساختمون قدیمی همین ایرانم این کار رو میکردن، اما الان خیلی مرسوم نیستش چون که طول عمر چوب خیلی کمه و ارتفاع زیادی هم ما نمیتونیم بگیریم. یعنی ساختمونی که بخواد ستونهاش از چوب باشه حد اکثر میتونه 3 طبقه باشه. یه مورد دیگه داریم، ساختمونای اسکلت آجری هستن. حتما دیدین که ساختمونای قدیمی بعضی از دیوارا بهش میگفتن حمال یا باربر. این ساختمونا حداقل باید 35 سانت
قطر اون دیوار حمال باشه و از اون طرف هم باز محدودیت ارتفاع داریم، یعنی بیشتر از 3 طبقه یا 4 طبقه نمیتونیم از ساختمون با اسکلت آجری استفاده بکنیم. سقفای ساختمون با اسکلت آجری احتمالا میتونه طاق ضربی باشه ولی در برابر زلزله اصلا خوب و مناسب نیستش. یه سری ساختمون دیگه هم هستن توی مناطق دور افتاده، شهر و روستاهایی که به مصالح دسترسی ندارن انجام میشه. اونم ساختمونای خشتی هستن، خشت و گل، که خشت و گل بیشتر از 1 طبقه اصلا نمیتونه باشه، در برابر زلزله هم اصلا خوب نیستش، ضخامت دیواراش هم خیلی بالاه و به صورت کلی بخوام بگم اونم دیگه رایج نیستش و منسوخ شده. اما به غیر از این اسکلت هایی که تا الان گفتم میتونه ترکیبی هم باشه، یعنی یه ساختمون امکان داره ترکیبی از این اسکلت ها رو با هم دیگه داشته باشه. و به غیر از این موارد ما یه سری ساختمون داریم که بهش میگن مثلا ساز فضاکار. چون خیلی رایج نیستش من قصد ندارم توی این پلیلیست و این ویدیو جاش صحبت بکنم، شاید بعداً براش یه دونه ویدیو جداگونه داشته باشیم. کجاها استفاده میشه؟ مثلا سقف فرودگاه ها، سالن سینما یا ورزشگاه ها، جاهایی که نیاز داریم یه مساحت خیلی بزرگی و پوشش بدیم. اون موقع دیگه از این ساختمونای رایجی که الان داریم، اسکلت فلزی و بتونی، مجبوریم که استفاده نکنیم و اون کار رو انجام بدیم. اما حالا هدف من برای این پلیلیست یه چیز نرم معمول بوده که همونجا توی شهر خیلی ساخته میشه و اینا، نه این موارد خاص. اگه دوست داشتین حالا بگین راجع به اونم صحبت بکنیم. این کل مواردی بود که راجع به اسکلت ساختمون باید میدونستین. توی قسمت بعدی و ویدیو بعدی با هم میخوایم وارد بحث دیوارها بشیم، ببینیم دیوارها انواعشون چیه، چجوری ساخته میشه و موارد استفادهشون کجاهایه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. توی قسمت بعدی هم میبینمتون.